تهران شهری پر از جاذبه‌های گردشگریه که انواع مراکز تفریحی مدرن و سنتی در دل خودش جا داده. این کلان شهر برخلاف ترافیک سنگین روز، شب‌های زیبا و پرنشاطی داره و گشت و گذار در مناطق مختلف اون لحظات بدون دغدغه و استرس‌های روزمره رو به شما هدیه میده. اگر دوست دارید شبگردی و تفریح در گوشه کنار پایتخت رو تجربه کنید، با معرفی بهترین پاتوق‌های شبگردی در تهران در خدمتتون هستم. شماره 1 خیابان 30 تیر. خیابان 30 تیر یکی از قدیمی‌ترین خیابان‌های تهرانه که غرفه‌های غذافروشی متنوعی در سراسر اون به چشم می‌خوره. چیزی که این خیابان رو نسبت به دیگر مکان‌های تهران متمایز می‌کنه، ساختمان‌های قدیمی و سنگ‌فرش‌های زیبای اونه که ما رو به یاد تهران قدیم میندازه. این خیابان از گذشته‌های دور تا به امروز قسمت جدا نشدنی از قطب‌های گردشگری کشور بوده که عبور از اونجا هر رهگذری رو به هوس میندازه. خیابان 30 تیر یکی از بهترین پاتوق‌های شبگردی برای افرادیه که میخوان علاوه بر گشت و گذار شبانه خوشمزه ترین غذاها رو نوش جان کنن. رستوران‌های این خیابان از ساعت 12 ظهر تا 1 بامداد باز هستن. شماره 2 بام تهران. بام تهران یکی از محبوب ترین مکان‌های تفریحی تهرانه که اغلب تهرانی‌ها به خصوص جوونا برای تفریح به اونجا میرن. این مکان به دلیل ارتفاع بلندی که داره از آب و هوای پاک و کوهستانی برخورداره و هیچ خبری از آلودگی و ترافیک شهری در اون نیست. بام تهران در شب زیبایی خاصی داره. شما میتونید در تمام روزهای هفته از ساعت 5 صبح تا نیمه شب به بام تهران برید و در اونجا به تفریح و پیاده روی بپردازید. این نقطه از تهران فقط جنبه تفریحی نداره و شما میتونید با استفاده از تلکابین یا حتی با پای پیاده و تجهیزات کافی به ایستگاه‌های 1 تا 7 توچال برید. شماره 3 پل طبیعت. پل طبیعت از زیباترین سازه‌های پایتخته که در ساخت اون از پل‌های قدیمی ایران مثل پل خواجو اصفهان الهام گرفته شده. این پل یکی از شاهکارهای معماریه که به عنوان سومین نماد پایتخت لقب گرفته و میزبان گردشگران متعددی بوده. این پل بزرگ 270 متری طراحی بسیار مدرنی داره و 2 پارک آب و آتش و طالقانی رو به همدیگه وصل میکنه. پل طبیعت یک پل 3 طبقه‌ایه که علاوه بر پیاده‌روی فضای سبز و امکاناتی رو برای گذراندن ساعاتی شاد و متنوع در اختیار شما قرار میده. طبقه اول طبیعت مکانی عالی و دیدنی برای تفریح و شکمگردیه که انواع کافی شاپ، رستوران‌های ایرانی و فست‌فودها در اون به چشم می‌خوره. طبقه دوم پل طبیعت فضای دنج و زیبا برای پیاده‌روی، عکاسی و استراحته و طبقه سوم این پل با مساحت 571 متر مربع چشم‌انداز بسیار زیبایی از پایتخت در اختیار شما قرار میده. شماره 4 دربند. دربند یکی از خوش آب و هواترین مناطق تهرانه که پایتخت نشینان برای فرار از شلوغی، آلودگی و ترافیک به اونجا پناه میبرند. این منطقه از رستوران‌ها و امکانات متعددی برخورداره و بهترین گزینه برای تفریح و کوهنوردیه. جاذبه‌ها و دیدنی‌های این منطقه اونقدر زیاد و دلچسبه که محال ساکن پایتخت باشید و هر چند وقت یک بار هوس سر زدن به این محله به سرتون نزنه. شماره 5 دریاچه چیتگر. دریاچه چیتگر با مساحتی حدود 130 هکتاری بزرگترین دریاچه مصنوعی کشوره و یکی از بزرگترین و مدرن‌ترین قطب‌های گردشگری تهرانه. این دریاچه از 1 تا بیش از 10 متر عمق داره و امکانات تفریحی متعددی داره. شماره 6 باغ ایرانی که در اون درختان 150 تا 250 ساله وجود داره. باغ‌های تاریخی این مکان دوره قاجار رو در ذهن تداعی میکنه. استفاده از آجر در ساخت بنا و به کارگیری پنجره‌ها و نماهای مشبکی شکل از دیگر ویژگی‌های بناهای ایرانی که به صورت کامل در این باغ مشاهده میشه.